суди конституционии додгоҳи қонунии асосии Қазоқистон қонун дар бораи элбасиро аз иҷро дар саросари кишвар боздошта онро қонуни кӯна шуда ва ғайри фавл номид. сомонаи расмии додгоҳи қонуни асосии Қазоқистон менависад ки як гурӯҳи вакилон дар робита ба қонуни элбасӣ ба суди конституционӣ муроҷиат карда хостори ислоҳ дар қонунгузории кишвар шуданд. طبق حکم دادگاه این قانون با تکیه بر تغییرات وارد گردیده در سرقانون اساسی قزاقستان در ماه ایون سال 2022 کونه دانسته شده از عمل بازداشته شد. قانون درباره اولین پرزیدنت قزاقستان پیشوای ملت 14 ایون سال 2012 قبول گردیده به نورسلطان نظربایف به عنوان البسی یا پیشوای ملت و اهل اویلش یک قطار برتری ها را میداد، از جمله منصونیت از تعقیب، دخل‌ناپذیری پیشوا و اهل اویله پیشوا، کفالت اموال و دارایی‌های اعضای خانواده پیشوا، امتیازها و مبلغ‌گذاری‌ها از بودجه کشور برای خرچ دفتر نظربایف، به طور نامحدود در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کردند و تا آخر عمر این منصبش را اشغال نمودن نظربایف. حق سخنرانی نظربایف در پارلمان قزاقستان در هر وقت برای او موافق و در هر مسئله دلخواه، تامین امنیت مدام العمری عمرباد او و اعضای خانواده اش، به مالکیت آنها دادن همه قصر و آسایشگاه و خانه و اموال دولتی که نظربایف و اهل بیتش استفاده میکنند، تامین بپولی خدمت رسانی‌های طبی و جمعیتی، تامین نفقه بر عضو عائله نظربایف به اندازه 10 نفقه حداقل. دادگاه قانون اساسی تاکید کرده است که این قرار از روز قبول آن حکم قانونی را گرفته در تمام قلمرو قزاقستان اجرای آن حتمی است و مورد بررسی و شکایت قرار داده نمی شود. 5 ایون سال 2022 در سراسر قزاقستان رایپرسی عمومی خلقی در رابطه با وارد کردن تغییرات به قانون اساسی کشور برگزار شد که بر اساس نتیجه های آن در قزاقستان از نظام پرزیدنتی دست کشیده صلاحیت پارلمان را قوی تر کردند. از جمله به قانون اساسی تغییرات اضافه کرده شد که بر اساس آن پرزیدنت در قزاقستان هر 7 سال یک مرتبه انتخاب کرده شده، یک شخص 2 مرتبه پای در هم در کرسی پرزیدنت نشستن نمیتواند. همچنین اعضای عائله و خویشاوندان نزدیک پرزیدنت نمیتوانند هنگام در سر وظیفه بودن او منصب‌های بلند دولتی را اشغال کنند. تیر ماه سال 2022 در قزاقستان روز پرزیدنت را از روی خط ایدهای دولتی بیرون کردند. نام پایتخت جمهوری را از نورسلطان باز به استانه عوض نمودند. نورسلطان نظربایف که 80 سال دارد، از سال 1989 تا پاش خوردن اتحاد شوروی یعنی تا سال 1991 باعث کاتب اول حزب کمونیستی رهبر این جمهوری سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های دیگر را در دست داشت و پس از پاش خوردن شوروی از سال 1991 تا سال 2019 باز 28 سال دیگر باعث پرزیدنت بر قزاقستان رهبری کرد. او سال 2010 به خود عنوان البسی و پیشوای ملت را داده بود. نظربایف سال 2019 کرسی پرزیدنتی را به قاسم جمعت توقیف سپرده خود توسط آدمانش از پس پرده همچنان بر قزاقستان اوکراینی میکرد، ولی در پی آشوب‌های خونین ماه ینوار سال 2022 توقیف توانست قدرت را عملاً به دست خود بگیرد و موقع نظربایف و آدمان او را در عرش سیاسی قزاقستان خیلی تنگ‌تر کند.